بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز ارجمند، دوستان عزیز، در ماه قرآن چه خوش است در سفره قرآن باشیم، از دسترخوان معنوی قرآن برای خود، برای روح خود، برای ایمان خود، برای باطن خود غذای معنوی برداریم. بینندگان ارجمند، قرآن عظیم الشأن، این کتاب سعادت، این کتاب جاودان، این کتاب هدایت، آن گونه که ما بندگان را به خداوند آشنا کرده، چگونه پرستش نمودن او تعالی را تعلیم داده است، برای ما راه و روش زندگی را نیز تعلیم داده است. راه حل همه مشکلات روزگاری ما دوستان عزیز در قرآن عظیم الشأن است. مشکلات عائلوی، مشکلات اجتماعی، مشکلات اخلاقی، مشکلات سیاسی، هر گونه مشکلاتی که انسان میتواند روبرو شود، راه حل آن در قرآن عظیم الشأن درج گشته است. به این شرط که انسان به این کتاب رو آرد و از این کتاب هدایت خواهد، راهنمایی بجوید. مثلا اگر به یکی از مشکلات عائلوی نگریم، گاه پدر یا برادر یا تقای از روی حسیات و از روی انگیزه حمایت و دفاع از دخترشان یا جنشان یا خواهرشان به زندگی آنها دخالت کرده، البته دخالت ناجا، سبب فروپاشی عائله او میگردند، سبب جداشوی او میگردند. چون این حالت در روزگار صحابگان رخ داد و قرآن عظیم الشأن وحی الهی این مشکل را حل کرد. در صحیح بخاری آمده که صحابی بزرگوار که یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم است که در بیعت الرضوان شرکت کرده، به نام معقل ابن یسار رضی الله عنه، میگوید زوجت اختا لی من رجل فطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها والله لا تعود اليك ابدا. معقل ابن یسار میگوید خواهرم را که امام سهیلی گفته نامش لیلا بود، به مرد خانه‌دار کردم. در بعضی روایات آمده که این مرد، این داماد، یکی از پسر عمک‌هایش بود. میگوید مدت زندگی کرد و خواهرم را طلاق داد، طلاق رجعی داد. در مدتی عده خواهرم سراغ او نآمد، اما وقتی عده‌اش به پایان رسید آمده درخواست برقرارسازی عائله‌اش شد. معقل ابن یسار میگوید به او گفتم، یعنی به داماد گفتم، این خواهرم را دیگران خواستگاری کرده بودند، من به هیچ کی ندادم، به تو دادم، تو را اکرام کردم، احترام کردم، خواهرم رو به نکاح تو در آوردم، صاحبی زنت کردم، طلاقش دادی. طلاقش هم طلاق رجعی بود، در مدت عده‌اش سراغش نآمدی، عده‌اش به پایان رسید، اکنون سراغی آمدی. والله هرگز به سوی تو بر نمیگردد. در لفظ دیگر آمده که والله لا انکحها ابدا، والله او را در نکاح تو هرگز دیگر نمیدرارم. حضرت معقل میگوید اون مرد بد نبود، یعنی داماد را میگوید مرد بد نبود و خواهرم نیز میخواست برگردد، به زندگی قبلیش برگردد، اما حضرت معقل از حسی یعنی برادری که غضبش کرده بود چنین تصمیم گرفته، به داماد چنین جواب داده بود. از این حادثه چند نگذشته بود که آیه قرآن نازل شد. خداوند عزوجل فرمود فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف، یعنی ای کسانی که به زنان ولی هستید، یعنی ای پدران، ای برادران، چون زنان خواهند به شوهران قبلیشون برگردند، یعنی وقتی طلاق رجعی شده باشند، جانبین پشیمان شده، خواهند زندگی قبلیشان رو برقرار سازند، شما ای اولیاء، ای پدران، ای برادران آنها را منع نکنید. چون معقل ابن یسار این آیه را شنید، صحابگان چنین عادت داشتن، همین که آیه قرآن را می شنیدن در تطبیق آن، در عملی سازی آن می شتابیدن. میگوید گفتم الان افعل یا رسول الله، چشم حاضر چنین میکنم ای فرستاده خدا. میگوید رفتم فانکحتها ایاه، خواهرم را به نکاح اون داماد در آوردم. یعنی این یکی از درس های قرآنی و یکی از راه حل مشکلات عائلوی است که در چنین حالت ها می شود از این قاعده قرآنی، از این هدایت الهی راهنمایی گرفت و آن عمل کرد، از این مشکلات بیرون شد. هیچ خانه بدون مشکلات نیست دوستان عزیز، هیچ عائله بدون مشکلات بوده نمیتواند. بودن مشکلات در عائله این عیب نیست، اما مشکل را حل نکردن و
و یا مشکلات را بیشتر کلان کردن، دایره اون را وسیع نمودن عیب است. ولی غضب کردن برای دختر یا خواهر یک چیز فطری در طینت ما انسان هاست، ولی می باید نه به حدی باشد که مانع برگشت آنها به یکدیگر باشد. نباید در فروپاشی عائله این غضب ها سهمگذار باشد. صلح و آشتی دوستان عزیز، خاصتا در مشکلات عائلوی چیزی خوب است. نباید در مقابل صلح مانع گشت. می باید در بازگشت جفت ها، در پایداری عائله ها سهیم بود، نه در فروپاشی عائله ها و دور شدن و بیگانه شدن جفت ها. در حفظ و امان خداوند باشید.